شود انشاءالله اینم به همین جمعه های نزدیک از پی این موعظه هم می شویم. زنده شدن بعد از مردن برادران خیلی عزیز و خیلی گرامی یکی از رکنهای اساسی در دین اسلام به شمار می رود که امروز متاسفانه بسیاری از تاجیکان ما و شما با سبب باور نکردن زنده شدن بعد از مردن ایمان خود از دست می دهند. که انسانی که اگر انکار کننده زنده شدن بعد از مردن باشد، این با نص قرآنی و با احادیث و با اجماع امت و دین ندارد و یک کافر میگویند. هر کسی که اگر انکار کننده زنده شدن بعد از مردن باشد. لیکن وقتی من حجت برای شما میارم، همه حجت های ما آیت های قرآن است و احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این زمانی که انسانی که اگر به این حجت ها اگر تسلیم نشود، پس من در اینجا همون دو مصرع شعری که حضرت سعدی میگوید: آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، آن است جوابش که جوابش ندهی. آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی، وقتی من قرآن دلیل میارم، وقتی که احادیث های رسول اکرم حجت میگذارم، آن کس وقتی به اینها اگر باور نداشته باشد، وقتی به اینها اهمیت هم نداد، بی پروایی کرد، حضرت سعدی چی گفتن؟ آن از جوابش که جوابش ندهی. جواب او این است که دیگر این آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم ضایع نکن، زیرا که این آدم اهلی نیست. این آدم از همون جمله انسان های هست که آهن را که مریانه خورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. به سیاه دل چی سود گفتن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. این حضرت سعدی گفتن اگر آهن را که مریانه خورد، آهن را که همون گویم زنگ وقتی که میخورد، هرچی که اگر وی صیقل بته، دیگر اون آهن اصل خودش پیدا کردن میتواند. مثل همین با سیاه دل چی سود گفتن وعظ. آدمی که دل او سیاه باشد، آدمی که مهر در دل او زدگی باشد، با او انسان صحبت چی در کار؟ سعدی میگوید نرود میخ آهنین بر سنگ. آیا همین میخ آهنین در سنگ میرود؟ هیچ وقت نمیرود، بلکه سنگ پاره میشود، لیکن میخ در داخل او جای گرفتن نمیتواند. از این خاطر اگر ما میبینیم که به آیت های قرآن، به احادیث های رسول اکرم از این طایفه ها نجات نیافتیم و اینها را قانع گردانده نتوانستیم و اینها باوری به قرآن و باوری با سخنهای حبیب او محمد که نداشته باشد، پس اینجا ما سکوت برای خود اختیار میکنیم. زیرا که یگانه حجت آدم مسلمان این قرآن است، حجت ما و شما این احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. خدا رحمت کند بابای ملا شریفه که گویم سالهای دراز در همین محله ما ملا بودن و چندین شاگردهای خیلی بیشمار داشتن که ما نیز از جمله یکی از همون شاگردهای ایشان به شمار می رویم. از پیش همون حضرت وقتی که هر مصرعهای شعری را که می گفت، ما قلمها در دست و در همون دفترهای خود می نویساندیم. بار خون رمز آشنای معنی هر خیره سر نباشد، طبع سلیم فضل است ارث پدر نباشد. با جاهلان نباید عرض سخن نمودن، جای گوهر فروشی بازار خر نباشد. و حضرت میگو که این آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم گوهر هستند. اینها را شما با گوش شخصانی رسانید که با قدر سخن شما میرسند، با گوش در بین آن انسانهای رسانید که
اونها محب قرآنن، اونها محبتی بر رسول اکرم دارند. وقتی شخصی که به اینها محبت ندارد، توجه ندارد، در بین اینها نگوید که مثل گوهر در بازار خر فروختن است گفت. این معنای همون را دارد. پیش نااهلان چی حاصل؟ ذکر پردانی کمال، دانه گوهر چی ریزی مرغ ارزنخوار را. کمالم خدا رحمتش کند. آخه این تو میگوید در پیش مرغی که ارزن میخورد دانه گوهر چرا میریزی؟ یعنی او همون مرغی هست که و فقط گوهر بده. یعنی این آدمی هست که به این سخن خدا و پیغمبر قطعی تو نجات یافتن نمیتونی. به این خاطر سخن و مجلس و ساعت و عمر تا در نزد این آدم ضایع نگردان گفتن. تا زمانی که دعا کن که خدا هدایتش کند، تا زمانی که وای خودش را شناسد. برای همین دادرای خیلی عزیز و گرامی، وقتی شما این حجتایی که من برای شما میارم و شما میخواین کسی را قانع گردانین، به شخص گوید که وای تسلیم شود، به شخص گوید که وای ایمانی در قرآن و ایمانی بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم داشته باشد. وقتی وای با اینها که ایمان و باوری نداشته باشد و دشمن اینها که باشد، پس سخنهاتون ضایع نکنید، حتی همنشینی به اینها نشوید. زیرا که خدا رحمت کند، حبیب خدا هم در حدیثهای مبارک میگوید و شاعرای ما و شما که با عادی‌تر و ساده‌تر میگویند، و حضرت بیدل چی میگوید؟ صالحان از تینتی کج تینتان کج میشوند، کفش گردد ز اختلاط پای کج ناچار کج. بیدل میگوید اگر شما مردمی میگوید خوب و آدمی نیک و آدمی که باوری دارین به زنده شدن بعد از مردن، اگر شما مدت‌های دراز با این گونه طایفه‌ای که ایمان ندارن باوری ندارن با اونها که همنشین شدین، عاقبت مثل اونها میشوین. بین صالحان از تینتی کج تینتان کج میشوند. آدمی صالح اگر با آدمی کج با آدمی نادرست همنشین باشد، عاقبت مثل وی کج میشود. حتی یک مثال آورده است: کفش گردد ز اختلاط پای کج ناچار کج. ببین میگه پات اگر کجله باشد، همین پاهایی که ما و شما داریم، توفلی هایی که از مگزین میخریم اونا راستن، لیکن در یک مدت اندکی وقتی در پای کج که وای جای میکنن، عاقبت همین توفلی هم کج میشود. وای چیزی راست بود، لیکن در پای کج که داخل شد، عاقبت وای کج میشود. همنشین با آدمی ناخوبم مثل ان همین است. اگر تو مثل همون توفلی اگر راستم که باشی، رفیقای ناخوب و به خدا داشته باشی، عاقبت بیماری اونها در تو تأثیر میکند. صاحب تفسیر حسینی خدا رحمتشون کند، اون حضرت میگوید با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب برین بزرگ را پاره ابر ناپدید کند. ببین آفتاب با ابر وقتی همنشین می شود، یک پارچه ابر یک آفتاب کلانت تا بالاش تاریک می گرداند، دنیا را تاریکستان می گرداند. از این خاطر ما با این گونه شخصا حتی که همون ساعت گویم لحظه های شیرین از حیات ما هم با اینها سپری نمی کنیم. باوری دارد، اعتقاد دارد، ما از قرآن و از احادیث های رسول اکرم با او صحبت میکنیم، لیکن نداشته باشد ما با آنها سکوت برای خود اختیار میکنیم و مخفیانه همچون یک بنده خدا دعا میکنیم که خدای مهربان و هدایت کند. خداوند گویم فهم و یک ذهن خوب خدای مهربان نصیب اون بنده بگرداند گفته در حقش دعا میکنیم. از جمله آن کسانی که انکاری به زنده شدن بعد از مردن داشتند یا باوری نداشتند، این ولید ابن مغیره بود، دیگر عدی ابن ربیعه بود، دیگر اویه ابن خلف بود. این سه دشمن سرسختی محمد صلی الله علیه و سلم از جمله شخصانی بودند که به زنده شدن بعد از مردن باوری نداشتند. ولید ابن مغیره، عدی ابن ربیعه،
ابیه ابن خلف. این سه طایفه از جمله آن کسانی بودند که باوری نداشتند که خدا قدرت زنده گردانیدن بعد از مردن ندارد. میگفتند ولید ابن مغیره را خداوند قصه او را در سوره مریم آیت 66 و آیت 67 حکایه میکند که این انسان چی میگفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. صدق الله العظیم. مغیره چی گفت؟ دشمن سرسخت محمد صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ و یقول الانسان، میگوید انسان. ابن عباس میگوید این انسانی که خدا در قرآن در این سوره مبارکه یاد میکند، مطلب از این انسان این کافر است، این ولید ابن مغیره است که وای چی میگفت؟ اذا ما مت لسوف اخرج حیا. اگر وقتی که ما از دنیا میگذریم، وقتی ما را برده در قبر جای میکنند، از بین 100 سال و 200 سال میگذرد، استخوان‌های ما به خاک مبدل میشود، آیا همین گرد پروردگار زنده میکند؟ ولید ابن مغیره در این شک داشت، در این شبهه داشت، در این باوری نداشت. گفت زنده میگرداند. در جوابش پروردگار چی گفت؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. پروردگار گفت انسان هایی که شما شبهه و شک دارین، انسان هایی که به زنده شدن بعد از مردن باوری ندارین، اقلا از حیاتتان 10 دقیقه او را جدا کنین و نشسته یک فکر کنید. ببین اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. خدا میگوید اندک دقیقه، یک 5 دقیقه یا 10 دقیقه با همون عقل که تو را خدا داده است، با همون کم تفکر کن. پیش از آنی که تو پیدا شدی تو چیزی نبودی. ولم یک شیئا. تو پیش فکر کن. خداوند میگوید تو الحال بودن خود فکر نکن، پوسیده شدن در قبر فکر نکن، بلکه پیش فکر کن. تو در کجا بودی؟ خودت در کجا بودی؟ تو از کجا آمدی؟ آیا ما همون ذات نبودیم که تو را پیدا کردیم؟ پروردگار به انسانهایی که باوری در زنده شدن ندارند اینا چی گفت؟ برای تمام اونها برای عبرت این سخن روان کرد. میگذاریم در قصه عدی ابن ربیعه، سوره قیامت. عدی ابن ربیعه هم یکی از دشمنهای سرسخت رسول اکرم بود. و چی گفت؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. سوره قیامت پاره 29 از قرآن. این عدی ابن ربیعه بار نزد حبیب خدا آمد، گوی محمد قیامت کی می شود؟ این دشمن بود، این به خاطر مسخره کردن از پیغمبر خدا پرسید. گو قیامت فلان فلان، گو فلان می شود. قیامت در این چنین سوال و جواب می شود و دیگر. عدی که دشمن بود، باوری نداشت، نفرت داشت، چی گفت؟ گفت ای رسول اکرم، ای محمد، گفت وای رسول می گفت ای محمد اگر قیامت الحال آشکارا در چشم من نمایان کنی، من به پیغمبری تو ایمان ندارم. گفت من به پیغمبر بودن تو ایمان ندارم. گفت تو دروغ میگوی، تو جادوگر هستی. گفت این عدی ابن ربیعه گفتن. و چی گفت بعد این؟ چی گفت؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. چی گفت؟ انسان گمان میکند، پروردگار میگوید که آیا ما استخوان او را، عظم گفته استخوان میگن، آیا استخوانهای او را جمع کردن نمیتوانیم؟ ان لن نجمع عظامه. خدا چی گفت؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. قسم به عظمتیم، چنان قدرت و چنان توانایی دارم که تمام گردهای در آسمان
پراکنده شده را جمع میکنم گفت پروردگار، حتی ناخنهای شما را برابر میکنم. ببین بنانه گفته ناخنها را در نظر دارد، حتی ببین گوشت، همه بدن ما گوشت است، فقط ما و شما یک گویم دیگر متریالی که در وجود ما است همین ناخن است، که همین ناخن، حتی همین ناخنهایی که در دنیا داشتین همین ناخنهای شما را جمع میکنم گفت پروردگار. این نسبتی کی گفت؟ نسبت عدی ابن ربیعه. این باید برای تمام مردم، گویا مردمی که باوری نداشتند، این سخنهای خدا باید که چی باشد؟ دلیل و حجت و برهان باشد. می آیم به قصه ابی ابن خلف. ابی ابن خلف که در سوره یاسین آخران گویا مبینه که از سوره یاسین میخونیم. اولم ير الانسان انا خلقنا من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ابی ابن خلف شکار کرد. خداوند میگوید آیا انسان نظر نمی کند که ما از چی چیز او را آفریدیم؟ من نطفتین، از ضعیفترین چیز که وای نامش نطفه هست، آب منی هست، از همین چیزی ضعیفترین ما آدم چکار کردیم؟ پیدا کردیم. و هو خصیم مبین. این ابی ابن خلف باشد در جایی که درس گیرد، تسلیم در امر خدا شود، با پروردگارش مخاصمه دارد، با پروردگارش جنگ دارد، با پروردگارش باوری ندارد. آیا الله میگوید قدرت من مثل قدرت انسان است؟ نه، بلکه قدرت من از همه قدرت ها بالاست. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. پروردگار میگوید ببین ابی ابن خلفه که با این ضعیفترین چیزی که من او را آفریدم که این نطفه هست، در عوض این که با من مخاصمه دارد با من مثال میزند. مثال آورده ابی ابن خلف نزد پیغمبر خدا یک استخوانی 200 ساله بود، 300 ساله بود که قریب آرد شدگی بود، گرفت نزد حبیب خدا آمد، در دستش مالید و پوف کرد، همه گردی در آسمان پرید. بعد چی گفت؟ گفت آیا همین خدا زنده میکنه؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. خدا میگوید حالان که ابی نسیه به معنای فراموش کردن، وای فراموش کرد از پیدایش خودش را که وای از کجا پیدا شد، پیدایش خودش فراموش کرده است، لیکن چیکار میکنند؟ مثال نزد خدا میزند که خدا همین گردهای در آسمان باز جمع میکند و حیات میبخشد. خداوند وقتی که این ابی ابن خلف این سخنه که گفت، به رسول اکرم چی گفت؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، در جواب این بگو که انا همین خاکستری که تو الحال با دست خود مالیش دادی، او را پوف کردی و گردیدی و در آسمان پرید، انا همون پروردگاری که اولین بار انا همین خاک پیدا کرده بود، انا همون پروردگار باز همین گردها را جان میبخشد. ببین قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. پروردگار چی مثال میارد؟ میگوید ای انسان، شما در قدرت من تسلیم شوید، شما نظر کنید در درخت مرخ و درخت عفار، این دو درختی هستند که خداوند میگوید از این دو درخت تر نوده های اونها را شکنید، اونها را با یکدیگر زنین، از داخل این درخت تر آتش بیرون می شود. آیا ما قدرتی زنده کردن نداریم؟ دو درخت وجود دارد در دنیا امروز که نام یکیش مرخ است، دیگرش عفار است. هر دی اینها را وقتی که نوده هاش می شکنند تر هستند، اینش با اینش وقتی که می زنند، این عالم هایی که درخشیناس هستند اونا می دانند، اینش با اینش که میزنن از درخت تر پروردگار در سوره یاسین خبر داده است من آتش برای شما افروخته میکنم. آیا ما قادر زنده کردن شما نداریم؟ الذی جعل لکم. در دوام آیه چی میگوید پروردگار؟ همان پروردگاری که این آسمان و زمین
که اینقدر پهنایی و کشادی و کلانی دارد، این پروردگار آفرید، آیا شما را آفریدن میتواند؟ حالا که خداوند لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خدا میگوید پیدا کردن آسمان و زمین این وزنین تر و مشکل تر است از پیدا کردن آدم، لیکن افسوس که آدم اینو نمیداند. میگوید تو یک فقط در پیدایش خود نظر نکن، تو پیدایش ستاره ها را ببین، پیدایش آفتاب ببین، پیدایش آسمان و زمین ببین، چقدر اینها در گوی مهنت، چقدر اینها در پیدا کردن در قدرت کلان صرف می شود. اینها را ما پیدا کردیم، آیا تو را پیدا کردن میتواند؟ میتواند. این جوابی بود از پروردگار با زبان حبیبش و ابی ابن خلف. مقصد از این شخصان در قرآن یاد شدن این است که زمان می شود که ابی ابن خلف و عدی ابن ربیعه و این ولید ابن مغیره به خودش پیروا پیدا میکند، مثل که امروز بعضی از بندگان خدا در این بیماری مبتلایند، بعضی از بنده های خدا در زنده شدن بعد از مردن شک و شبهه دارند. این مثال ها را خداوند در قرآن خاص برای همون آورد که یعنی این گونه طایفه ها از اول بودند. برای همین شما اینها در غمگین نشوین، حجت بیارین، باور کردن خوش به حالشان، باور نکردن وای به حالشان. مثل همین گویم شخصانی که از دنیا گذشتن و ناباوری در این داشتن، در نزد خدا جواب میگن اینا هم از طایفه اون است. یکی از قصه های خیلی مشهور این قصه عزیر است، پیغمبر، و قصه حضرت ابراهیم است. اینها هم برای زنده شدن بعد از مردن در قرآن بسیار دلیل های قوی هستند. خداوند در سوره بقره آیت 259 و آیت 260 این دو قصه را یاد میکند. یکی قصه عزیر پیغمبر، دیگر قصه که هست قصه حضرت ابراهیم است. من میخواهم در اطراف این قصه ها کمی صحبت کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يوحي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 سنة 100 عام ثم بعثه. بالای خانه، در بالای خانه ها چپه شدند، مردم در زیر این دیوارها که باقی مانده بود چی گفت؟ قال ان یوحی هذه الله بعد موتها. این قشلاق وقتی که در حالت ویرانگی دید، این قشلاق وقتی که در حالت چپه شدن دید، این قشلاق وقتی که گویم که چگونه که یک زمین لرزه می شود و خانه ها چپه می شوند، مردم همه در داخل اوست، در همون قشلاق هم یک زمین جنبی شده بود که همه این مردم زیر همون گویم چی مانده بود؟ زیر همون دیوارها و زیر همون آن چیزی که در اون بنای خانه وجود داشت، زیر همون همش وفات کردگی بود. حضرت عزیر وقتی این حالت قشلاق ویرانه را که دید چی گفت؟ گفت همین پروردگار زنده میگرداند، یعنی همین زنده گردانیدن خداوند بسیار دور شمارید، خیلی دور شمارید. وقتی این سخن از زبان عزیر که صادر شد، قرآن چی میگوید؟ فاماته الله 100 عام. حضرت عزیر بعد آمد و در یک تکیه دیوال هم نشست، همین نشستگیش در خوابش برد. پروردگار جان از قالب عزیر گرفت که میگد اولی روز بود، سحر بود، میگوید این واقعه شدنده. فاماته الله 100 عام. 100 سال قرآن میگوید خداوند جان از وجود عزیر گرفت. ثم بعثه. بعد از این عزیر خداوند زنده گردانید بعد 100 سال. قال کم لبسته. وقتی عزیر الله میگه من زنده گردانیدم، این برای چه از این قصه ها؟ برای که الله میارد که تا که مردم عبرت گیرن که من اینها را اجرا کردم تا که برای انسانهایی که باوری به زنده شدن بعد از مردن ندارند اینها حجت باشند، سخن خدا حجت باشد. وقتی عزیر بیدار شد،
ابن کثیر میگوید وقتی خداوند جان که در وجود عزیر در آورد، اولین نعمتی که به عزیر داد این چشمهاش بود. چشمهاش داد تا که چکار کند؟ تا که این حادثه در پیشش میشیدگی را بیند. قال کم لبسته، ای عزیر چند سال چند قدر خواب کردی؟ چه مقدار خواب کردی؟ عزیر سحر که گویم که همون زمان خواب کرده بود، لیکن خداوند جان دویم باره را قسم بیگاهی داد، آفتاب نشستن بود. حضرت عزیر چی گفت؟ قال لبست یوما او بعض یوم، گفت پروردگارا من خوابم سحر بود، الحال میبینم آفتاب نشسته ایستاده است، من یک روز یا خواب کردم یا نیم روز خواب کردم. الله چی گفت؟ بل لبست 100 عام، ای عزیر تو نه یک روز خواب کردی نه نیم روز، بلکه تو 100 سال خواب بودی. 100 سال، ببین 100 سال تو خواب بودی. الله در حال چیش گفت؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى. الله حکایت داره قرآن چی میگوید؟ میگوید اکنون به طعام نگاه کن، 100 سال گذشته است، میگوید طعامش انجیر بود و آب انگور بود. کنی نظری در انجیر کن و نظری در همون آب انگور کن، آیا اونها یگان بوی بد گرفتن؟ آیا اونها در دوام این 100 سال ویران شدن؟ حضرت عزیر نگاه میکند، همون چیزی که گذاشته بود همون زل ایستادگی است. در دوامش الله چی گفت؟ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیة للناس. اکنون به خرت نگاه کن، با خر آمده بود. خرت نگاه کن، خرت در کجاست؟ وقتی عزیر نگاه میکند خر خاکستر شدگی هست، یعنی تمام وجودش در دوام این 100 سال پوسید و یک توپ خاکستر شده است. الله میگوید من چشم به عزیر دادیم. اکنون بعد چیش گفت؟ بعد گفت نظر کن، اکنون در گفت خر نگاه کن، گفت وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. انا کن جمع شدن گفت تماشا کن. وقتی که عزیر میگوید چشمهام بود لیکن کل بدن من وجود نداشت، میگوید نگاه میکنم هر یک گردی که در وجود من، هر یک همون گویم که خاکستری که از استخوان من بود، اونها جمع میشدن به استخوان مبدل میشدن. ثم نکسیها لحما. بعد از آن پروردگار میگوید گوشت در بالای استخوان جمع کردیم که عزیر اینا با چشم سر میدید. وقتی عزیر همون عزیر جوان شد که میگوید 100 سال گذشت، نبیرهاش حضرت عزیر پیر شدگی بودند. قصه دراز است، پیر شدگی بودند. میگوید حضرت عزیر خیست فلما تبین له قال اعلم ان الله بكل شیء قدیر. وقتی میگه حالت که دید، جمع شدن خر که دید، جمع شدن خودش که دید، گفت پروردگار به همه چیز قادر است. گفت حضرت عزیر شک نداشت، فقط زنده شدن بسیار دیر. گفت این قشلاق کی زنده می شود و کی این قشلاق آباد می شود. وقتی عزیر چشم کشاد نگاه میکرد، همون قشلاق 70 سال بعد عزیر الکی آباد شدگی بود. وقتی که حضرت عزیر در خواب بود، خب وقتی بیدار شد شهرها همه آباد، نبیرهاش خیلی در سن سال کلان قرار داشتند. این هم یکی از قصه های مشهور در قرآن است. دیگر قصه حضرت ابراهیم است. قصه حضرت ابراهیم، خداوند و اذ قال ابراهیم رب ارینی کیف تحیی الموتى. حضرت ابراهیم خلیل بودند و شک نداشتند. باره گفتم پروردگارا همین مرده را چگونه زنده میکنی؟ چگونه تو مرده را زنده میکنی؟ و اذ قال ابراهیم ربی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. پروردگار چی گفت؟ ابراهیم گفت تو باور نداری که من مرده را زنده کنم؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. گفت باور دارم ای پروردگار، من در همه قدرت تو تسلیمم، لیکن میخوام با چشم ببینم، میخوام با چشم سر ببینم. الله چی گفت؟ فخذ 4 من الطیر. ابراهیم گفت 4 پرنده را بگیر. صاحبای تفسیر میگن اینا طاووس بود، کرگس بود، زاغ بود، خروس بود. 4 تا پرنده را خدا دادش. فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. ببین وقتی 4 پرنده را گرفت، پروردگار گفت اینها را ذبح کن
اینها را روده بر روده بپیچان، هر کدام اینها را اررش کن گفت. همه اینها را گویم در یک طبق اررش تا استخوان‌هاشون میده کن گفت. همش پاره پاره کن و هر کدام اینها را توپ گرفته با دستت در 4 طرف کوها بگذار. بعد از آن فریاد بزن ای پرنده ها به حکم خدا زنده شوید. تماشا کن چی می شود. حضرت ابراهیم میگوید گرفتم میده کردم، همه اونها را گوشت بر روده اررش کردم، بعدا توپ گرفته بالای کوها دا گذاشتم. بعد از آن چیکار کرد؟ فریاد زدم که ای پرنده ها به حکم خدا زنده شوید. نگاه کردم که هر کدام اینش به این طرف کو، اینش به این طرف کو، زیرا که روده یکش در این کو بود، گویم کله یکش در کوه دیگر بود، هر کدام این در آسمان یک جایه شد. میگوید و همون پرنده هایی که در اول بود به همونها مبدل شدند. حضرت ابراهیم گفت پروردگارا من که در قدرت تو تسلیم بودم و تو عزیز و رحیم هستی. یعنی خداونده گویم که این قصه های هستند که در چشم پیغمبرهاش خداوند نشان داد تا که شما ای بنده ها این زنده شدن افسانه نشمارید، تا که زنده شدن در باوری داشته باشید. باز شما دنیای دیگر دارید، شما با در پیش دیگر معامله ها را روبرو می شوید. من برای شما می خواهم یک مثال عادی آرم، مثال دنیوی، و همین انشاءالله این صحبت انجام می دهم. سوره نوح والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. در سوره نوح پاره 29 از قرآن پروردگار چی میگوید؟ خداوند انسان می رویاند رویانیدنی، بعد از آن باز شما را در خاک جای می کند، باز از همین خاک شما را زنده می گرداند. ببین در اینجا یک کلمه انبته در اینجا صدا داد، والله انبتکم. انبته را اصلا در گیاه، در یعنی سبزیش گیاه در قرآن استفاده می شود. در انسان هم پروردگار انبته را استفاده کرد. خدا میگوید که پیدایش آدم مثل پیدایش گیاه است و خزان شدن آدم مثل خزان شدن گیاه است. این بهار نوز بعدی رستخیز هست برهان وجودی رستخیز. یعنی این بهاری که می شود خودش میگه یک نشانی همین گویم که قیامت است. ببین وقتی دهقان دانه را میگیرد در زمین میکارد، زمین را میکارد و دانه را در زمین جای میکند. جنین یعنی زن، وقتی که جنین زن، وقتی دخترها که به بلاغت رسیدن، بین دهقان زمین شدگار کرد، خواب آورد، گویم کمبین آورد، تراکتور آورد، چیزی آورد زمین شدگار کرد. بعد او در او دانه را پرتافت. دختر هم وقتی که به بلاغت میرسد الکوی آماده کیشت می شود، ویم آماده کیشت می شود که الکوی طلبات دارد. ببین وقتی که وی شوهر می کند، همون دانه که دهقان در زمین پرتافت، همون دانه نطفه مرد است. مرد نطفهش در همون زمین گویم در جنین زن می افتد. خب دانه در زیر همون زمین نشأ و نما می یابد. جنین همون گویم نطفه‌ای که از مردم جدا شد در داخل همین جنین زن نشأ و نما یافتن میگیرد. خب ثم شققنا الارض شقا. بین وقت دانه میگوید به وایکی رسید، خداوند امر میکند زمین که پاره شو، زمین پاره میشود و این دانه از زیر زمین چیکار میکند؟ نش زده بیرون میبراید. انا وقتی که این کودکم که در داخل جنین 9 ماهکی شد، پروردگار به همون روده های جنین موشک ها ده امر میکند که اینا بیرون پرتاین. ببین وقتی که جنین کودک بیرون پرتاف مثل دانه ای که از زمین میبراید. پس وقتی که دانه برآمد، آیا همین دهقان چیکار میکند؟ روز به روز تربیه کردن میگیرد که وای کلان شود. آدم هم کودک روز به روز شیر میدهد، تربیه میکند، کلان میشود. وقتی که همین زراعت گویم گندم، همین گندم که وقتی که به وایه رسید خوشه کرد، چیکار میکند؟ وای داست میگیرد و این گندم هم میدرود. وقتی انسان هم که عمرش تمام شد، داست اجل اونها را میدرود.
مثل چگونه ای که گویم زراعت درویدی داست اجلم شما را می درود. وقتی دهقان که گندم دروید چیکار میکند؟ و یا گویم که سیم میارد، بند میارد، میان همین گندم میبندد، درزه میبندد. آدم وقتی که مرد همه را بالای تابوت میمانیم، در کفن چیکارش میکنیم؟ میبندیمش. وقتی که دهقان که گندم که بس کجا میبرش؟ خیرمن میبرش. برای چی؟ برای کوفتن، برای دانه او را گرفتن. انسان خیرمنش کجاست؟ خیرمنش قبرش است، خیرمنش روز قیامت است. خب وقتی همون دهقان همین گویم که گندم وقتی که کوبید، دانه وی برداشت، وقتی در داخل همون جای کوبیدگی وقتی دانه هایی که زنده میمانند در همون جا، دهقان وی فراموش میکند گویم یا دهقان وی نمیگیرد. اگر بعد او در همون جا باران بارید، آیا از همون دانه های افتیده دویم باره گندم نمیبراید؟ میبراید. وقتی انسان هم وقتی در قبر برده میگذاریمش، حدیث حبیب خداست. چی میگوید؟ ما بین نفختین 40. این حدیث ابو هریره روایت میکند. میگوید که وقتی حضرت اسرافیل یکم سور میدمد، باز باید سور دویم دمیده شود. بین این سور یعنی بین سور دیگر 40 سال. حضرت ابو هریره پرسیدند 40 شهرا؟ بین یک سور اسرافیل تا سور دیگرش 40 ماه؟ قال ابیتو، نمیدانم. گفت پیغمبر خدا فقط 40 گفتند. قال ابیتو شهرا او ابیتو سنتا؟ 40 ماه است یا 40 روز است یا 40 سال است؟ حضرت ابو هریره گفتند نمیدانم. گفتند فقط پیغمبر خدا گفت از این سوره که حضرت اسرافیل میدمد تا سور دیگرش 40 گفتند. شاید 40 سال باشد، شاید 40 روز باشد، شاید 40 ماه باشد. اینجا مقصد چیست؟ ثم ينزل الله من السماء ماء. انا کو ببین، وقتی که سوره که دمید حضرت اسرافیل، از آسمان باران میبارد. ما اون زمان در زیر خاک خوابیم، تا حال جان نداریم. از آسمان میگه باران بارید. فینبتون کما ینبت البقل. چگونه ای که همین علف در دمیدن باران خب نش زده میبراید، همین بارانی که از آسمان میبارد، همین باران چکار میکند؟ همین در بالای ما و شما میبارد. پیغمبر خدا این حکایه روز قیامت به ما گفته ایستاده است. خب ولا یبقى من الانسان شیء الا یبلا. از انسان چیزی آن زمان باقی نیست، همش پوسیدگی هست. پیغمبر خدا میگه الا شیء و هو عجب الذنب. مگر از آدم یک استخوان زیادی میمانده است، یک استخوان نمیپوسیده است که را عجب الذنب میگویند. این یک استخوان خیلی سخته در بالای دمغازه های ما و شما جای گرفتگی است که بسیار سخت است. حبیب خدا گفت این عجب الذنب میگویند. انا همین استخوان نمیپوسد. گفت منه یرکب الخلق یوم القیامه. انا از همین استخوان به دمیدن باران آدم ترکیب میابد و باز همون آدم پیشینه میشود. چگونه ای که گندم شما در خیرمن باقی ماند و باران بارید و باز اثری نو سبزیش یافت، انا روز قیامت انا همون استخوانی که نامش عجب الذنب است، انا همون باقی میماند، نمیپوسد و نمیشکند. از همون آدم چی میشود؟ باز ترکیب میابد. این است مثال گویم که با یک مثال عادیه که اگر ما و شما از این چیز برای خود فهمیش گیریم. انشاءالله من فکر میکنم که این گویم قریب 40 دقیقه که در اطراف این موضوع من صحبت داشتم، شاید برای بعض برادران یگان درسی شود. از این دم زیاد باور کن در اطراف این بی نهایت صحبت های زیاد وجود دارد. قصه اصحاب کهف هم دلیل هست که 309 سال اونها خواب بودند که خداوند بعد 309 سال اونها را باز حیاتی دوباره داد. به خاطر چی؟ به خاطر که مردم به زنده شدن بعد از مردن باوری داشته باشند. این است برادرای عزیز همون جواب سوالی که با دلیل های شرعی زنده شدن بعد از مردن برای ما بیان کنید. من یک مصرع شعری قطع انجام یابم که صاحب تفسیر حسینی حسین واعظ کاشفی میگه کوزگر گر کوزه را بشکند چون بخواهد باز قائم میکند. اگر همین کولالگرایی که داریم کوزه ساز میکنن،
مبادایی که یک کوزه را ساز کرده از دستش غلطید و همون کوزه شکست، آیا همون کوزگر همون کوزه را دویم بار ساز کردن نمیتواند؟ میتواند. نقشش در دستش است، فهمش در ذهنش است. شاعر امیر میگوید کوزگر گر کوزه را بشکند، چون بخواهد باز قایم میکند. آن که داند کوزه کردن از نخوست، چی عجب سازد شکسته را درست. آن ذاتی که هم کلالگر آفرید، هم این کوزه را پیدا کرد، نقشه ها همه در دست او ذات است. آیا نمیتواند که همین انسانی را که انژینرش است، همین انسانی را که گویم که پیدا کنندش است، همین را بار دیگر با جان درآورد؟ همین را بار دیگر در هیچ جا نبودیم پیدامون کرد. آیا در همین خاک پوسیده ما دویم باره پروردگار روح را دمیده نمیتواند؟ میتواند. همه ما به این باید تسلیم باشیم، ایمان داشته باشیم، انشاءالله در نزد خدا ما نجات میابیم. ذره شک داشته باشیم، والله که عبادت ما در نزد خدا مثل کلم رای خورک واری قدر ندارد و یکی از بنده های پسترین خدا به شما میروید. خب اینجا یک دو سوال دیگر را یک کمتر وقت داریم، انشاءالله اینا جواب میگویم، بعدا دعا میکنیم. درود و رحمت بی اندازه به شما باد ای حاجی محترم. میخواستم ما را با یکی از صحابه های گرامی پیغمبر ابی ذر غفاری صحبت کنید. التماس داملا یک گروه مخلصان شما از شهر حصار، یعنی برادرایی که به ما ارسال کردن درباره ابی ذر غفاری صحبت کنید که یکی از صحابه های پیغمبر است. انشاءالله من این موعظه را البته برپا میکنم. خب حاجی محترم از شما خواهش میکنم که سوال ما را حاضر جواب دهید. برای چی که در قریبی عید قربان مغازه ها آرد را 70 سوم نرخ مونده‌اند، همین سوداگرها در همین جا نماز میخوانند؟ برای که اینها آیت را از قرآن انما المؤمنون اخوتون فراموش کردند. یعنی برای اینها که خداوند همه مؤمن ها را ببین، سوداگر هستی یا گوییم که یک آدم خانه نشین هستی، یک آدمی هستی که تو سوداگر نیستی، همه شما را خداوند برادر خواند. انما المؤمنون اخوتون، همه شما برادر هستین، همه شما با یکدیگر دوست هستین، همه شما باید با یکدیگر رحم و انصاف داشته باشید. این خدا از ما میخواهد. افسوس که همون برادرای سوداگری که در قریب آمدن عید قربان که برای یک برادرش تا جای سبوکی دادن، غم یک برادرش خوردن که مثل وی پول پیدا کردن نمیتواند، تا جای مهربانی کند، تا جای غمخواری کند، تا جای گویم که شکرانه این روزهای گویم بهتری نکند به یک برادرش نرخی خود چم که نداد، اقلا همون 20 درم است، 50 درم است، همونش برای تو کفایت کننده است. اگر تو را خدا آنقدر انصافی با بیشتر داده باشد، در همین خیر روزها همون نرخی راهی که تو صرف کردی همون نرخی راه تا بگذار، فایده تا اینجا ده خط بزن. یک روز عید است، یک روز یا 2 روز. از سوداگرای ما از همین گویم که حالت استفاده میبرند که مردم ناچار است که گوشت خرد، ناچار است که چارمغز خرد، ناچار است که بیچاره میوه خرد. انا از این فرصت های این سوداگرای ما استفاده میبرند و تا جای نرخی مثال 50 سومه را در 70 سوم و 70 سومش در 100 سوم استفاده. این بیرحمی است برادرای عزیز، این مهربانی نیست. و این یقین دانید که در چگونه ای که زنده شدن بعد از مردن انسانی که گویم شک شبهه داشته باشد در عبادتش هیچ ثواب وجود ندارد. انسانی که نماز میخوانی و عبادت میکنی و اگر رحم نداشته باشی، اینم از جمله همون است که عبادت تو در نزد خدا قدر ندارد. نماز باید عبادتی باشد که ما را با رحم کند، نماز باید عبادتی باشد ما را با انصاف کند، نماز باید عبادتی باشد که ما را از راههای بد و نادرست پس گرداند. وقتی من نماز میخوانم بی رحم نسبت برادرم، من نماز میخوانم برادر من فریب میکنم، پس این چگونه نمازخوانی میشود؟ برای همین این برادرها از این آیت قرآن چی هستند؟ دور هستند. از این آیت قرآن برای خود شعار نمیگردانند.
که این روزهای خیلی سعید باید روز باشد که از حق فایدت گویم که باید تو بگذری، فقط همون حق راهی که خراجات کرده که در همون تجارت تو ضرر نشود، همون حق راه تا بگیر بس. افسوس که این برادرای ما تا حال شاید که همون ترس خدا در وجودشان تا حال جای نگرفته باشد که یک به انصافی از برادرای عزیز. خب این سوال هایی که در اینجا هست دیگر وقت اینها نیست، انشاءالله من جواب جمعه آینده خدا خواسته باشه جواب اینها را میگویم. خب اینجا در یک برادر من فروخ یک مبلغ آوردن برای آبادی مسجد. محمد صدیق در حق مادرم گفتن دعا کنید. از جنازه عبدولی اینجا یک مبلغ روان کردن. سفرعلی از بازار یک گروه زنها یک مبلغ روان کردن برای آبادی مسجد. عبدالقادر برادرمان اینجا هم یک مبلغ دادن. بهادر از جرقله اینم یک گویم که مبلغی روان کرده اند. فرزند بابای حاجی زین الدین از همین محله که در حق پدر گفتن دعا کنید. بچه ایشانی باترخان صدقه کردن، در حق مادرم گفتن دعا کنید. فیروز در حق پدر و مادرم گفتم اینجا هم یک مبلغ روان کردن. در حق بابای استافیز اینجا هم یک مبلغ جدا شده است که در حقش دعا کنید. در حق من دعا کنید یک برادر گفته است اینجا هم یک مبلغ روان کردن. خب مشکلات دارم. در حق نعمت الله که کشته شده است دعا کنید تا که قاتلش را یابند. این واقعی که نو سرزدگی بود. خب دکتر بابا خانوف پدر رستم بیمار است گفتن دعا کنید. اینجا یک اعلان دیگر، یک مادر از دهه خاناباد از شما التماس دارد که دخترش 18 ساله با نام برکت کسلی روحی است، مدت 2 هفته شد که گم شده است، کسی داند یاری رساند گفته است. دعا میکنیم خدای مهربان این مبلغ هایی که برای آبادی این مسجد روان کرده شدند، خدایا این خیر احسان ها را قبول بگردانی و ادا کننده های این مبلغ خدایا به همه مرادهاشون موفق بگردانی، گذشتگانشون رحمت و مغفرت بگردانی، بیماری هاشون خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردانی و خدایا بازم از همین دولتشون باز هم زیادتر بگردانی و کسانی که در صندوق خیریه هم خیر احسان میکنند خدایا اون خیر احسان ها را هم قبول بگردانی و در نامه اعمال این ادا کننده ها خدایا ثوابش را کتابت بفرمایی. آمین و رب العالمین. اینجا یک برادری که گویم که یک حادثه شد که کشته شد و برادر من حاجی تلبیشار یزنش است که در حق ایشان هم گفتن دعا کنید خدای مهربان روحش شاد و قبرش را خدایا پر نور بگرداند و این قاتلی که البته دستی به این جنایت زده است خدای تیزتر و سبکتر این قاتل یافت شود. آمین و رب العالمین. همیشه باید ما شکرانه این گویم یک دولت آرام داریم، شکرانه این یک گویم خیلی آسودگی و صلح و یک دیگر فهمی داریم. خیلی باید به خدا قسم همه ما و شما شکر کننده باشیم. همیشه در نمازهاتون دعا کنید که خداوند این وطن ما را همیشه آرام نگه دارد، همیشه در این وطن ما تنجی و یک دیگر فهمی همیشه و همیشه زنده و سلامت باقی ماند. خیلی ناآرامی چیزی ناخوبی هست که پیغمبر خدا حتی در حدیث های مبارک برای ما آرامی را نعمت خواندگی هستند. باید برای این نعمتی گوییم که الحال ما و شما داریم همیشه شکر کننده باشیم و همیشه دعا کنیم خدای مهربان این وطن ما را، این پارچه زمین ما را همیشه صحت و سلامت نگه دارد و خداوند همه کمبودی هایی که در بین این مردم تاجیک وجود دارد همه کمبودی ها را دور بگرداند و فیض و برکات را خداوند در این دولت ما بریزاند. آمین و رب العالمین.